اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. افغانستان به سوی تغییر مثبت. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه میگوید جهان اکنون به این اعتراف می نماید که خاک افغانستان دیگر تهدید برای کشورهای جهان نیست. هیئت رهبری اداره ملی استاندارد به منظور بهبود روابط میان ادارات استاندارد دو کشور و حل مشکلات مواد نفتی به ترکمنستان سفر نمود. هدف از این سفر تقویت روابط میان ادارات استاندارد دو کشور می باشد. وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه سوزاندن قرآن کریم در سویدن را به الفاظ سخت نکوهش نمود. در ولایت بامیان به 2 تن مجرمین جزای تعزیری تطبیق گردید. شاروالی کابل میگوید کار بازسازی چهارراهی ملک اصغر به زودی تکمیل خواهد شد. میان مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان و آقای چین کانگ وزیر امور خارجه جدید جمهوری خلق چین گفتگوی تلفنی صورت گرفت. دو طرف در مورد روابط دو جانبه دیپلماتیک بین افغانستان و چین، تجارت مشترک و سرمایه گذاری چین در افغانستان، امنیت و ثبات بحث و تبادل نظر نمودند.